سلام عرض میکنم خدمت همگی دوستان. من سپیده سفری هستم، مدرس درس هوش و منطق و اطلاعات عمومی آیمد و در این جلسه میخوایم به بررسی و حل تمرین های سال 2024 آیمد بپردازیم. خب اول میریم سراغ بخش اول که شامل Reading Skills و Knowledge Acquired During Studies هست. سال اول نویسنده رمان To the Lighthouse یا به سوی فانوس دریایی خانم ویرجینیا وولف رو از ما پرسیده. خانم ویرجینیا وولف نویسنده بریتیش هستن و این کتابشون جزو شاهکارهای ادبیات معاصر محسوب میشه که در 3 پرده نوشته شده. راجع به یک خانواده هستن که به سمت اسکاتلند میرن و اتفاقاتی که در پی یک فانوس دریایی اتفاق میفته. این کتاب جزء لیست 2 صفحه‌ای کتاب‌های مهم دنیا در کتاب خودم لحاظ شده بود و بارها تاکید کرده بودم روی اون 2 صفحه و افرادی که دوره ها و کلاس ها رو گذرانده بودن خیلی راحت به این سوال رو پاسخ دادم. خب بریم سراغ سوال بعدی که ریدینگ هست و بریم بررسی کنیم ببینیم که به چه صورت میتونیم جواب این سوال رو بدیم. در قسمت اول اومده گفته که بر اساس یک سری یافته های تاریخی در جوامع قدیمی یک سری سیمبل ها برای نشان دادن اعداد و راه حل های ریاضیات به کار میرفته. اینجا خب پس مشخص میشه که کلمه کلیدی ما mathematical problems هست در دنیای باستان و بحث اینه که انگار داره میخواد بگه که در قدیم خیلی ساده بوده. اینجا با اولد و داستان داره عوض میشه، یعنی آرگومنت ما mathematical problems on ancient societies هست. ولی حالا ببینیم در ادامه چی میگه. میگه با اینکه اون در واقع متفکران بر این باورن که خیلی متمتیک از دنیای زود شروع شده، اما میشه گفتش که اون تمدن گریک بوده که در واقع اون بیس اساسی و جنرال ریاضی رو به عنوان یک دانش متمایز پیاده سازی کرده و بعد از اون ریاضیات به عنوان یک علم جنرال و انتزاعی با یک رشد یواش deliberate pace، یعنی یک رشد آهسته رو به جلو رفته. خب میگه در تمدن‌های قبل از یونان ما میدیدیم که راه حل‌های متمتیک به یه سری موارد خیلی آشکار و قابل لمس و ملموس برمیگشته و این در واقع میگه این مستندات نشون میده که کانسپت های ریاضی به صورت خیلی غیر به غیر از دانش متدولوژی و به صورت خیلی اتفاقی و گهگاهی بوده، حتی شاید تصادفی بوده، در واقع هیچ دانش و بیسی پشتش نبوده و اینکه ولی در نهایت حالا به نتایج میرسیده، ولی در واقع میخواد بگی که هیچ دانشی پشتش نبوده. خب ما توی خوندن ریدینگ ها 3 مرحله داریم. یکی اینکه لغت اساسی رو تشخیص بدیم، آرگومنت رو تشخیص بدیم، با توجه به ساپورتینگ آیدیا ها ببینیم کانکلوژن و نتیجه گیری چی بوده. میگه که متفکران میگفتن که این ریاضیات از قدیم الایام وجود داشته، در حالی که اون قدیم الایام همه چیز صورت اتفاقی بوده و این یونان باستان بوده که ریاضی رو به عنوان یک علم شناخته شده به ما در واقع ترانسفر یا در واقع ترانسفر کرده. خب گفته که بریم ببینیم سوال چی میگه. سوال میگه کدوم یکی از اینها از متن دریافت نمیشه. دوستان انتیکویتی یعنی از قدیم، یعنی همون دوران باستان و ancient society هست. Since antiquity, mathematics has been characterized by abstractness as generality. در حالی که ما از متن برداشت رو نمی کنیم، در واقع میگه بعد از یونان باستان این علم به عنوان یک علم عمومی و ابسترکت شناخته شده. پس این میتونه گزینه در واقع درست ما باشه، یعنی
ما این موضوع رو از متن برداشت نمی‌کنیم، ولی گزینه‌های دیگر رو هم میخونیم. طبق آموزه هایی که گفتیم برای متن های ریدینگ باید همه گزینه ها خونده بشه و بهترین گزینه رو انتخاب کنیم. In antiquity, mathematical notions were not communicated in a methodical manner. بله درسته، اونجا خودش گفته بود که نان متودیکاله، یعنی اینکه خب اگه نان متودیکال باشه پس were not communicated in a methodical manner، پس این درسته و از متن برداشت میشه. Symbols representing numbers had already been adopted in antiquity. میگه که سیمبل هایی که در واقع نشانگر اعداد بودن از دوران باستان شکل گرفته. بله در قسمت اول ما این رو میبینیم و همون ابتدای متن به این موضوع اشاره داشته، اینجا که گفته بود device symbols to represent numbers and solution to mathematical problems. و در نهایت میگه که in antiquity mathematical notions were geared towards practical outcomes. بله باز این قسمت آخرش دقیقا همینو گفته متمتیک از طریق نتیجه های عملی به دست می اومده. و در نهایت گزینه آخر میگه the evolution of mathematics has been an extremely slow process. گفتیم که بحث deliberate pace یعنی یک گام آهسته، یک مسیر آهسته. پس این هم در متن بوده، درسته. و بعد گزینه ما همون گزینه A میشه. خب بریم سراغ سوال بعد که به جنگ های 100 ساله اشاره داشته. دوستان جنگ های 100 ساله بین کشور فرانسه و انگلیس بوده سر در واقع میراث پادشاهی که پادشاه فرانسه فردی رو نداشته که جانشین پادشاه بشه و به خاطر وصلتی که بین پادشاهی انگلستان و فرانسه اتفاق افتاده بوده، خب پادشاه انگلستان میاد ادعای تاج و تخت فرانسه هم میکنه و حمله میکنن که این جنگ جالبه که 16 سال طول کشیده، ولی با این حال به خاطر آمار تلفات و درگیری خیلی زیادی که مناطق مختلف به خاطر این جنگ در اروپا کشیدن به جنگ های 100 ساله معروفه و انگار در واقع یک خیلی از خاندان های سلطنتی از بین رفتن و به خاطر حالا میگم اون فاجعه تاریخی که بوده به جنگ های 100 ساله معروفه. پس باز هم گزینه A هست. البته این سوالاییه که به صورت رندوم بوده و در واقع هم به صورت رندوم هم گزینه A مشخص شده، ولی خب سر امتحان ممکن بوده گزینه های دیگه‌ای در واقع این گزینه ها جابجا بوده، ولی در این نمونه سوالات تمام گزینه ها گزینه A درست هست. خب بریم سراغ سوال بعدی که سال اولی هست که همچین سوالی داریم. سوال دستور زبانه، در واقع دستور زبان هست و بسیار بسیار ساده است. شاید به خاطر اینکه این نمونه سوال رو نداشتیم بچه ها احساس میکردن شاید نکته خاصی داره، در حالی که گفته که کدومی که از این فعل ها پسیو نیستن، پسیو هستن، این مجهول هستن. من در کلاس های آیلتس هم همیشه میگم که دو تا از جمله های پسیو و فعل های پسیو دو تا نشانه دارن، یکی فعل تو بی و یکی پس پارتیسیپل. بریم ببینیم که کدوم یکی از این گزینه ها این دوتا نشانه رو دارن. اصلا نیازی نیست که شما جمله رو بخونید و درگیر این بشید که ببینید که کدوم مجهول هست و کدوم معلوم. خب گزینه A were نشانه فعل تو بی، سانگ پس پارتیسیپل، پس گزینه اول مجهول هست. گزینه B read کلمه فعل ما هست، خبری از فعل تو بی نیست. گزینه C هم فعلش described هست که باز خبری از فعل تو بی نیست. گزینه D هم فعلش associate هست که فعل معلوم هست، خبری باز از فعل تو بی نیست. و در گزینه آخر هم sings فعل اصلی هست و باز خبری از فعل تو بی نیست.
خب دوستان، فقط من یه نکته رو اینجا بگم. پارسال هم به جنگ های گالیکوار و جولیوس سزار اشاره شده بود که در جلسه اول بحث اطلاعات عمومی ما کامل در این زمینه صحبت میکنیم و گفتم که اونجا از طریق ریشه یابی، شما ریشه یابی کلمه میتونستید جواب سال 2023 رو بدید. ولی به خاطر اینکه این اتفاق داره 2 سال پشت سر هم میفته، ما میتونیم به این نتیجه برسیم که این بحث جولیوس سزار و گالیک وار میتونه برای ایتالیا بحث مهمی باشه. پس حتما یا به اون جلسه اول کلاس مراجعه کنید یا اینکه حتما در اینترنت سرچ کنید. به در واقع فروپاشی رومن ایمپایر اشاره داره و این رو از این لحاظ حتما برید ببینید که به چه صورت هست. یا حتی همین بحث ویرجیل، درسته که این فعل پسیو هست ولی در این حال این ایتالیایی ها میخواستن این گوشه چشمی به این ماجراها و داستان ها هم داشته باشن. یا ایلیاد و اودیسه هومر که یکی از شاهکارهای حماسی یونان هست، یه چیزی در مایه های فردوسی و شاهنامه فردوسی خودمون هست و همون پاشنه آشیل، پلید آشیل، پاشنه آشیل هومر از همین در واقع منظومه گرفته شده. این هم به یک شکل پارسال توی گزینه ها بود، حالا یا پارسال یا سال پیشش، و این موارد رو حواستون باشه. احتمال داره که حالا سال جدید به یک شکل دیگه مطرح بشه. خب حالا بریم سراغ قسمت بعدی که بخش پرابلم سالوینگ هست و به سوالات مربوط به پرابلم سالوینگ بپردازیم. خب سال اول بچه یه توضیح بدم. ما توی کلاس همون روش های مختلف پرابلم سالوینگ رو که اصلا ربطی به معمولا خیلیش ربطی به ریاضیات و دامنه قوی ریاضی هم نداره، راجع به روش های صحبت میکنیم. ولی پارسال در کمال تعجب 2 یا 3 تا سوال در این حال که میشه گفتش که میتونست حالا یه بیس خیلی کوچیکی از پرابلم سالوینگ داشته باشه ولی بیشتر حالت ریاضیات بود. اما یک داستانی که خیلی مهم هست، ببینید شما بحث زبان رو توی بحث زبان تخصصی درسای دیگه کامل متوجه میشین، شیمی، زیست، ریاضی، فیزیک برای خودشون یک زبان تخصصی دارن، یک اصطلاحات مربوط به خودشون رو دارن. ولی من همیشه سر کلاس به بچه ها میگم بچه ها بحث پرابلم سالوینگ از زمانی که دست خود کمبریج بوده تا الان یه سری ریزکاری های زبانی داره که اتفاقا شاید این ریزکاری های زبانی از اون متون میتونه چالشی تر و در واقع گمراه کننده تر باشه که اگر اونها رو شما بدونین خیلی راحت از پس مسئله برمیاد و در واقع میشه گفتش که اون دانش زبانی میتونه خیلی به شما کمک کنه. دانش اینکه درک مطلب زبانیتون از حل مسئله به چه صورت است. ببینید الان توی همین سوال میگه که جدولی ما داریم، نمره بچه ها گفته شده، فرکانسی اینجا میشه تعداد، یعنی تعداد افرادی که مثلا نمره 1 گرفتن 4 نفرن. همین نکته به این کوچیکی پارسال بچه ها رو خیلی دچار چالش کرده بود و سوال به این سادگی که در حد چه میدونم 3-4 دبستان هست و از شما فقط یک میانگین میخواد، یه جورایی یا درصد گیری میخواد، رو بچه ها نتونسته بودن جواب بدن. خب اومده یه جدولی به ما داده، گفته که اونهایی که 5 به بالا میشن در واقع پاس میکنن این امتحان رو، چند درصد از بچه ها این رو پاس میکنن. خب ما حساب میکنیم از 5 بعد از اینجای جدول حساب میکنیم چند نفر هستن، این اعداد رو با هم جمع میزنیم که در واقع میشه 6 نفر و بعد کل اعداد رو جمع میزنیم 6 تقسیم بر 24 درصد افرادی که پاس شدن تقسیم بر درصد کل افراد به تعداد کل افراد ضرب در 100 میشه درصدی که نیاز ما هست و در واقع
25% رو به ما میده. خب بریم سراغ سوال بعد. میگه Shelly is one of the 500 participants in a Latin contest. 12% of the participants will receive as a prize either a silver-plated or gold-plated pen. If the number of silver-plated pen is twice the number of gold-plated ones, what is the probability that Shelly will receive a gold-plated one? خب این کاملا سوال احتمال و ریاضی هست. ما میایم در واقع کل اعداد رو، کل درصد کل پرایس ها رو تعیین میکنیم که گفت 12% 1500 نفر بالاخره جایزه میگیرن. پس ما 180 تا جایزه داریم و میایم در نظر میگیریم که گولد پلیت اگر x باشه سیلور پلیت 2 برابرشه که میشه 2x. در واقع x به اضافه 2x میشه همون 180 تا ما. پس x همون 60 تاست، یعنی 60 نفر گولد پلیت میگیرن و 120 نفر سیلور پلیت. خب در بحث ریاضیات خوندیم که در واقع بحث احتمالات تعداد اون موردی که از ما میخواد تقسیم بر کل هست که 60 رو تقسیم بر 1500 کنیم میشه 400% یا 4% و گزینه A درست است. خب سوال بعدی میگه تو این باز سوالیه که کاملا باز هم به دانش زبانی شما ربط داره، کامل یعنی اصلا و یک بحث پرابلم سالوینگ داره و خب اگه این سوال نبود من خیلی ناامید میشدم از سوالای پارسال، ولی این سوال و سوال بعدی و همون سوال اول بحث پرابلم سالوینگ تا یه حدی میشه گفتش که این همه تکنیک هایی که بچه ها یاد گرفتن حداقل بی ثمر نمون. میگه 2 تا درصد متناوب میدیم که 10% که 20%. این معادل اینه که معادل چه درصد تکیه تخفیفه. خب اینجا ما میتونیم از بحث inventing data استفاده کنیم، یعنی اینکه بیایم یک عدد خودمون در نظر بگیریم. مثلا فرض کنیم قیمت یک چیزی 100 تومنه، $100. بچه ها توی بحث inventing data که حالا بحث مفصلی هست میگیم هر عددی که بدیم مشکلی نداره، فقط باید حواسمون باشه که یک حالت روند به ما بده. خب 100 یه رقم معقوله، اگه 10% اول بهش تخفیف بدیم میشه $90. بعد بیایم روی اون $90 20% تخفیف بدیم میشه قیمت اون جنس ما میشه $72. خب این $72 اگر یک تخفیف یه جا بدیم آیا معادل همون 28% نیست روی $100؟ چرا؟ پس گزینه 28 ما گزینه درستی هست. خب بریم سراغ سوال بعد که سوال تجسم فضایی هست. این سوال هم توی بحث تجسم فضایی که حالا یه ذره بحثیه که باید حالا یا به صورت شکل پیاده کنید یا به صورت فضایی یک سری موارد رو اضافه یا کم کنید و اون رو به صورت فضایی در نظر بگیرید و در این حال با یک سری موارد خیلی بیسیک ریاضی میتونستید این سوال رو حل کنید. میگه استیسی builds a cube using انقدر blocks of wood. She decides to paint the cube green. How many of the wooden blocks will have at least one side painted green? خب بچه ما یک در واقع مکعب داریم که 360 تا 343 تا بلاک وود رو میگیره. خب ما میخوایم بیرونش در واقع سبز باشه. خب اول میبینیم 343 در واقع حجم دیگه. اگه اون حجم ما رو 383 تا بلاک پر کنه در واقع حجم ماست. حجم در مکعب قاعده ضرب در ارتفاع ضرب در طول هست که همش باید با هم مساوی باشه چون مکعب. خب میایم از پایین ترین عددی که نزدیک به اون عدد و حسابش روند هست از 5 استفاده کنیم. 3 تا 5 رو ضرب در هم کنیم میشه 125. خب خیلی 343 براش کوچیکه، پس یا 7 یا 8 میشه. 6 هم احتمالاً نیست. 7 رو که حساب میکنیم میبینیم بله 3 هفتا یعنی 3 تا 7 که با هم ضرب بشن میشه 343.
و پس ما باید یه جوری اینو رنگ کنیم که سطح این مکعب ما در واقع یه جوری باشه که دیده بشه. یادتون باشه اون مکعب هایی که داخل هست باید از این میزان کم کنیم که اینجا با تجسم فضایی و با حالا رسم شکل یا حالا هر چیزی که هست می‌بینیم که از هر طرف یه بلاک که کم بشه ما در واقع 3 تا 5 تا داریم که این 3 تا 5 تا رو که ضرب در هم کنیم میشه 125. 125 رو منهای حجم کلی کنیم 218 تا در واقع 218 تا وودن بلاکس رو حداقل یک طرفش رنگ خواهد شد. و بریم سراغ سوال آخر که سوالی بود که ما 2 سال من خودم به کتابم و به تدریسم اضافه کردم، سوالهای کاندیشنال که بچه کاملا فرمول وار هست، همون sufficient کاندیشن و کاندیشن نوع اول رو سوال داده بودن. اگر ندونید بین 2 تا گزینه دچار مشکل میشید، حالا یا با when شروع میشه یا با if. میگه when he takes the train Marco always arrives at work on time. بچه sufficient condition با ما میگه اگه A باعث B بشه پس اگه B نباشه A هم نیست. ما باید کاملا مطابق فرمول بریم توی بحث کاندیشن ها و 4 تا کاندیشن داریم که حالا در کتابم و در دوره ها در مورد اینها کامل توضیح میدم و بررسی میکنیم. در غیر این صورت بریم ببینیم که اگر بخوایم منطقاً و با برداشتی که از مسئله داشتیم بخوایم سراغ جواب بریم آیا به این مسئله میرسیم یا نه. خب دقیقاً گزینه A گفتیم B رو که Marco always arrives at work on time میایم منفی میکنیم که میشه arrives late و he didn't take the train، این هم منفی پارت A هست. پس گزینه A گزینه‌ایه که هم بر اساس sufficient condition ما درست در میاد. اما خب B از لحاظ منطقی که اصلا درست نیست. مارکو arrived late therefore he took the train، نه اصلا همچین چیزی از لحاظ منطقی هم غلطه. مارکو arrived on time therefore he missed the train، این هم از لحاظ منطقی غلطه. اما مشکل ما توی این سوالات اینه که اگر طبق فرمول نریم جلو 2 تا گزینه از لحاظ منطقی درسته و اون گزینه دوم که میتونه درست باشه گزینه دی هست. مارکو did not take the train therefore he arrived late. اکثر بچه ها این سوال رو آمار نشون میده که پارسال یا اشتباه زدن یا نزدن. سفید خیلی داشتیم چون بچه ها که نمیدونستن فرمول رو، البته دانشجوی من که خیلی با خوشحالی هرچی تمامتر چون خیلی ساده است اینها بر اساس فرمول جواب داده بودن. ولی خب خیلی ها حالا یا بر اساس شانس اومده بودن بین A و D، مثلا شانسی A رو زده بودن، ولی آمار نزده ها برای این سال خیلی بیشتر بود، به خاطر اینکه اومده بودن گزینه ها رو که خونده بودن بین A و D گفته بودن خب الان کدوم درسته، چون میشه did not take the train therefore he arrived late، این هم میتونه باشه، در حالی که فرمول به ما میگه که فقط شما جایزید که این گزینه رو انتخاب کنید که همون گزینه A ماست. و باز این هم که از لحاظ منطقی درست نیست. میگه مارکو took his car therefore he arrived on time که اصلا از آرگومنت ما خارجه و جواب درستی نیست. خب ممنون که تا اینجا با من بودید. امیدوارم که به کانال ما جوین بشین، کانال یوتیوب، تلگرام و اینستاگرام، و اگر میخواید که حتما نتیجه قابل قبولی بگیرید با توجه به این حجم رقابتی که الان در آزمون آیمد هست دوره ها و پکیج رو تهیه کنید و امیدوارم که به هر حال موفق و مؤید باشید. ممنون، خدا نگهدار.